است که در میان مخلوقات روی زمین تنها آدمیان هستند که باید دائما ترس از مرگ را در وجود خود سرکوب کنند تا بتوانند به طور عادی به زندگی بپردازند. با این حال غریزه حیاتی ما هرگز نمیگذارد این دلواپسی را از یاد ببریم. هرقدر سن ما بالاتر می رود، شبح مرگ واضح‌تر خود را به ما می نمایاند. حتی اشخاص مذهبی هم می ترسند که مبادا مرگ پایان موجودیتشان باشد. بزرگترین واهمه از مرگ ناشی از اندیشیدن به پوچی آن است. یعنی اینکه مرگ پایان تمامی پیوستگی‌ها و دلبستگی‌های ما به خانواده و دوستانمان باشد و اینکه مرگ سبب شود تمام اهداف و آمال و آرزوهای مادی و زمینی ما بی‌حاصل و بیهوده به نظر آید. اگر مرگ پایان همه چیز ما باشد، به راستی زندگی بی‌معنا و بیهوده خواهد بود. اما نیروی درونی به انسانها این توان را می‌دهد که به جهان پس از مرگ ارتباط و وابستگی به یک نیروی برتر و همچنین به جاودانگی روح اعتقاد پیدا کنند. اگر ما واقعاً دارای روح هستیم، پس این روح بعد از مرگ جسم به کجا می‌رود؟ آیا واقعاً در فراسوی جهان خاکی بهشتی که جایگاه ارواح هوشمند است وجود دارد؟ این بهشت چگونه جایی است؟ وقتی ما به آنجا میرسیم چه میکنیم؟ آیا موجود برتری حکمران این بهشت است؟ قدمت این پرسش ها به قدمت وجود خود بشر میرسد و همچنان برای اکثریت ما به صورت معمای حل نشده باقی مانده است. برای اغلب مردم پاسخ صحیح به اسرار زندگی پس از مرگ در پشت پرده شناختن روح پنهان است. این بدان جهت است که ما ذاتاً دچار فراموشی در مورد هویت روح خویشیم. اما اگر پرده را کنار بزنیم و به آگاهی برسیم، رابطه بین مغز و روح برایمان آشکار می شود. در چند سال اخیر نقل قول‌هایی از اشخاصی که موقتاً مرده و دوباره به زندگی بازگشتند شنیده شده است. این اشخاص از یک دهلیز طولانی، نورهای درخشان و حتی برخورد کوتاه با ارواح مهربان صحبت کردند. اما هیچ یک از این موارد که در کتاب‌های مربوط به تناسخ یا زندگی‌های متوالی درج شده است، هرگز حاصلی بیش از یک اشاره